سلام بچه ها، خوب هستیم؟ بچه ها، یکی از کارهای اسنشل ضروری که شما باید انجام بدین وقتی وارد خاک استرالیا شدین، وقتی به عنوان پی آر گرفتن کارت مدیکره، یعنی مدیکر مدیکر کارت در واقع به شما اه، اجازه دسترسی به سیستم مدیکر رو میده که سیستم مدیکر در واقع پابلیک هلث کیر اینشورنس استرالیا، یعنی بیمه عمومی استرالیا. توی ویدیو توضیح میدم چجوری اینرول کنیم واسه مدیکر، یعنی ثبت نام کنیم واسه مدیکر. یه سری اصطلاحاتی که بعد از این گرفتن مدیکر خیلی میشنویم و نیازه که استفاده کنیم، که نیازه که یاد بگیریم تا به خوبی از مدیکر کارتتون استفاده کنید. بهتون میگم و اینکه چطور مدیکر هزینه ها رو ساپورت میکنه. قبل از اول نوامبر 2023 بعضی چیزها رو 100% ساپورت میکرد، غیر از دنتیست و دندون پزشکی و کازمتیک، یعنی زیبایی و اینا. ولی الان یه قسمتی ریبیت میکنه، یه قسمتی رو برمیگردونه، بقیه رو باید از جیب خودتون بدید. اینم هزینه ها رو در میاریم. هر مدیکل پرکتیسی ممکنه فرق داشته باشه، از چند تا استاندارد، اون استانداردها رو با هم نگاه میکنیم، هزینه ها رو در میاریم. بعدم اینکه چطور یه مدیکل پرکتیس در مانگای پزشکی نزدیک خونتون پیدا کنین، یا ساببری که کار میکنین پیدا کنین، یا چطور یه دکتر فارسی زبان یا یه دکتر خوب پیدا کنین نزدیک جایی که زندگی میکنین. که اینا رو همه رو توضیح میدم چطور با چند تا سرچ ساده میتونی همه این کارا رو انجام بدی. اول ببینیم مثلا مدیکر چیه. بچه من سایت SBS رو پیشنهاد میکنم برای به دست آوردن اطلاعات مختلف. سایت SBS الان شما تایتلش هم ببینید How to access low cost medical service in Australia، یعنی چطور دسترسی پیدا کنیم به با هزینه کم به سرویس های پزشکی تو استرالیا. چی درباره مدیکر میگه؟ میگه مدیکر subsidize، یعنی ساپورت میکنه a wide range of essential medical services including شامل رفتن به دکتر، بلاد و پاتولوژی تست و اسکن و ایکس ری. و توجه کنید MRI رو ساپورت نمیکنه. چایلد ایمونایزیشن، واکسن بچه ها. آپتیمتریست هم یعنی چشم پزشکی سالیانه رو ساپورت میکنه، 1 بار در سال. واکسن بچه ها رو هم که میتونیم همین مدیکر ساپورت میکنه. نکته اینه که بچه ها این 7 فوریه 2023 آپدیت شده این مقاله، ولی تغییرات از اول نوامبر 2023 که این پس دقیق نیست. حالا همینجا چند تا اصطلاح یاد بگیریم بچه ها. این میگه if you visit a medical practice that bulk bill medical practice هایی که 100% بالک بیل بودن این اصطلاح رو داشتن، یعنی تایتل رو چیزشون داشتن. وقتی سرچ میکردیم میگفتن 100% بالک بیل. الان این بالک بیلده میگم گپش رو شما باید بدین، یعنی یه مقدار ریبیت میشه، ریفاند میشه، برمیگرده تو حسابتون، ولی اون این مقداری که با هزینه اصلی تفاوت اصلی میمونه رو شما باید پرداخت کنید. به اصطلاح بهش میگن آوت آف پاکت. چون میگم این مقاله آپدیت نشده، میگه اگه بالک بیل باشه you will not have to pay anything out of pocket، که این دقیق نیست، درست نیست و ما پیدا میکنیم چقدرش out of pocket، چقدر گپ رو شما باید پرداخت کنید در ادامه. حالا که کمی متوجه شدیم مدیکر چیه، بریم ببینیم مدیکر کارت رو چجوری میتونیم بگیریم. سایتی که شما خیلی بهش نیاز داری این serviceaustralia.gov.au. من زدم مدیکر، الان میریم تو سایتش. این رو
enroll in Medicare میگه چه circumstance، چه شرایطی داشته باشه که مدیکر باید بگیری. استرالیان سیتیزن باشین، نیوزیلند سیتیزن باشین، استرالیان پرمننت رزیدنت باشین که طبیعتا ما که به عنوان ایمیگرنت میایم، مهاجر میایم، احتمالاً یا پی آریم یا استودنتیم. Applying for permanent residency دو حالت داره بچه‌ها. بعد من یه ویدیوهای جدا میذاشتم ولی اینجا یه واسهتون بذار توضیح بدم. دو حالتش این، یا استودنتین، دورتون تمام شده اپلای کردین واسه پرمننت رزیدنسی، یا همسری که داریم پارتنر ویزا میخوایم بگیرین، یعنی اون استرالیان سیتیزن یا پرمننت رزیدنت، شما اپلای کردین واسه پرمننت رزیدنسی. در هر دو حال اگه تو استرالیا باشین، همونطور که گفته if you live in Australia، شما میتونین واسه مدیکر اقدام کنین. جز این آیلند هم باشین، جزایر هم باشین، بازم میتونین واسه این مدیکر اقدام کنین. تو این رو دو تا روش داره. این روش یه مقدار تریکیه، این روش خیلی ساده تره. sign in to MyGov، یه دونه اکانت تو این سایت تشکیل میدین، بعد مدیکرتون رو لینک میکنین. طبیعتا باید تکس فایل نامبرتون هم لینک کنین واسه تکس ریتن و اونا رو تو ویدیوهای جداگونه میذارم، و سنتر لینکتون هم باید لینک کنین. لینک های اصلی که واسه این که یک کریت اکانت بکنین تو مایگاو و مدیکرتون رو لینک کنین و تو دیسکریپشن و این پایین میذارم واسه. یه راه دیگه که یه مقدار تریکیه، یه مقدار سخت‌تره، اینه که فرم پر کنی یا از طریق پست آفیس بفرستی یا ایمیل کنی. اگه میخوای ایمیل کنی if you email us include enrollment in the email subject line. توجه داشته باشی این تایتل این enrollment رو تو لاین سابجکت بنویسه. اینو در نظر داشته باشید که بعد آدرس ها کجاست. آدرس ها راحت میتونید پیدا کنید از طریق پست آفیس هم میتونید بریم پست آفیس. این آدرس های که سنتر لینک، هر ایالت میتونید به سنتر لینکش بفرستید یا به مدیکرش بفرستید. من خودم وقتی سال 2015 تو استرالیا واسه مدیکر اقدام کردم، اصلا رفتم سنتر لینک، ولی خب الان از طریق سایت میتونید راحت‌تر انجام بدید. ممنون. بقیه من ادامه این ویدیو رو تو پارت 2 میذارم.